من و یتیم بچه در پشت پیامبر صلی الله علیه و سلم صف کشیدیم و العجوز من ورائنا، کمپیر از پشت ما. کمپیر یک خودش در صف سیوم ایستاد. اگر صف پیامبر صلی الله علیه و سلم صف یک حساب کنیم و الا در صف دوم. این دلالت میکند که نماز مردها و زنها در یک مکان اجازت است، حتی بیگانه ها. پیامبر صلی الله علیه و سلم با اون کمپیر یگان محرم نیستند، لیکن در صف علاهیده خواند. دیگر زنک نبود که اشتراک کند. یک زن بود، همون کمپیری که صاحبی طعام و یک یتیم بچه داشت، بچهش و حضرت انس. اینا در پشتی پیامبر صلی الله علیه و سلم ایستادند. فصلی لنا رکعتین، سپس پیامبر صلی الله علیه و سلم 2 رکعت نماز خوانده دادند. ثم انصرف صلی الله علیه و سلم، سپس برگشتند. این دلالت میکند که آدم عالم، طالب علم، اهل علم وقتی که به خانه کسی مهمان شد یا در یک جا با مردم نشست، حتما یک از برکات علم خود به آنها رساند تا اینکه از همنشینی شدن آنها یک استفاده برند.